این بزرگترین سرقت تاریخ بود، بدون حتی شلیک یک گلوله. سال 2005 در کشور برزیل یک گروه 10 نفره تصمیم گرفتن غیر ممکن رو ممکن کنن. سرقت از بانک مرکزی که جزو امنیتی ترین بانک ها بود. اونا یک فروشگاه قلابی باغبانی درست کردن و از زیر همان فروشگاه شروع به کندن یک تونل 80 متری با تهویه برق، چراغ، حتی کفسازی. بعد از 3 ماه کار مخفیانه، تونل دقیقاً به اتاق گاف صندوق بانک رسید. اونها در فلزی کف رو بریدن و وارد شدن. در عرض چند ساعت چیزی حدود 70 میلیون دلار پول نقد برداشتن. بیش از 3 تن اسکناس. هیچ صدایی، هیچ هشدار امنیتی، هیچ دوربینی، هیچ چی فعال نشد. سارق‌ها با آرامش کامل ناپدید شدند. و عجیب‌ترین بخشش، بیشتر پول هیچ وقت پیدا نشد و مغز متفکر عملیات هنوز آزاد هست و در زندگی روزمره، ماشین‌های لاکچری، خانه‌های لاکچری، زندگی لاکچری، لباس‌های لوکس و غیره استفاده می‌کنه و میان مردم به راحتی